آقا محمد چطورید؟ خوبید شما؟ انشاءالله سلامتید. الحمدلله. آقا محمد جان از قم. تنین صدای زیبای شما رو از دور میشه تشخیص داد. شما بزرگواری دوستان. خوش آمدید. خدمت شما عرض کنم که شما خوبید، خسته نباشید. خدمت شما و سایر برادرانم خسته نباشید میگم. سلامت باشید. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید و التماس دعا دارم. محتاجیم به دعای خیر شما هستید. زنده باشید. استاد با اجازه من یه مطلب میگم ان شاءالله که بفهمید قابل قبول باشه. ان شاءالله بفهمید. میگه چه دویدن هایی که فقط پاهایم را از من گرفت در حالی که گویی ایستاده بودم. چه قصه هایی که فقط باعث سپیدی موهایم گشت در حالی که فقط قصه کودکانه بیش نبود. دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود و اگر نخواهد نمی شود. به همین سادگی. کاش نمی دویدم و نه قصه می خوردم. فقط او را می خواندم. و در خاتمه استاد عرض دارم که میگه مرو راهی که با ریگی بلغزی، مشو بیدی که با بادی بلرزی، تو را قدر و تو را قیمت گران است، مکن کاری که یک ارزن نیرزی. انشالله که هممون به راه حق بیاییم و این برنامه‌های زیبای شما باعث بشه که تمام اون کسایی که در راه اشتباهن به راه حق بیان و ما از همه التماس دعا داریم. محتاجیم به دعای خیرتون. لطف کنید. متشکرم. الله یار نگهدار شما باشه. ممنون هستم از شما.